دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. این آموزشمونه. اگر جای توپق زدم، اگر جای اه، به بزرگی خودتون ببخشید. ساعت 3 صبح دارم این ضبط رو انجام میدم و بی مقدمه میخوایم سراغ کار. یه نکته آموزشی کلیدی اینجا قرار بهتون بدم. الان در حال حاضر توی ایجاد سند و اینا هیچ صحبتی نمی، فقط برای آشنایی با اون روش و آموزش و این داستانا این ویدیو تا همونطوری که تصمیم گرفتیم مثلا این چک کنیم مستقیم بریم سراغ طراحی ها. خب حالا توی جلسه دونه این ابزارا و این داستاناشون رو به قول معروف کامل توضیح میدم. فقط الان لابلاش هم با هم آشنا میشیم، هم با کل کار دیگه، کل قضیه، هم با محیط. خب من توی اول این صحبت که گفتم یه نکته طلایی داره، ببینید توجه داشته باشید. کل طراحی‌های فقط توی ایران، کل طراحی جهان از سه تا اصل داره استفاده میکنه: یا دایره، یا مربعه، اینم بذارم اینجا، یا مثلثی. خارج از اینها ما نداریم. یعنی اگه بخواید توی ذهنتون طرحها رو آسون بکنید، به قول من متوجه میشید که همش این سه تا اصل توش وجود داره. و برای اینکه بکنیم یه لوگو من انتخاب کردم، هم ساده است هم خیلی معروف، برای خیلی جذابه، چون همه میشنن. میخوایم بازطراحی بکنیم، هم یه ذره به هر حال آشنا بشیم دیگه با رنگ‌ها. حالا اینو من چند بار میگم خاطر اینکه من خودم هم استرس دارم براتون ویدیو ضبط میکنم، همه بگید بابا به به. خب ویدیو رو میخوام اینجا چیز کنم، بازطراحیش بکنم. اینکه توضیح هم میدم چقدر طراحی شده. تقریبا میشه گفت الان در حال حاضر بچه‌ای که توی رشته لوگوها خیلی دست و پنجه نرم میکنن و درگیرشن، سعی میکنم که توی تمام مراحل از این لوگوها یا لوگوهای معروف که بتونیم آموزش رو پیش ببریم و اون دارن یا علاقه دارن با این لوگوها، با توجه به دیدن این لوگوها علاقهشون بیشتر بشه. خب بریم بی مقدمه و برای اینکه زیاد نشه بریم این لوگوها رو بازطراحی کنیم. خیلی ساده مشخصه. نگاه کن، این میذارم زیر دایره. نگاه کنید کلا توی این کار، یعنی یه لوگویی که توی جهان انقدر مطرح و معروفه کرده. بعدن توی جلسه بعد، یعنی از کادر در مورد کادر نقاط طلایی رو میکنیم. پس عجله نکنید، یعنی همشو دونه بدون ریز بریز و بازاری به قول معروف براتون اینا رو چیز میکنم، توضیح میدم. فقط شما دقت بکنید، لذت ببرید و حتما کار بکنید. اه، آموزشگاه یا هر جای دنیا بخواید برید، همشون بلا استثنا میگن باید تمرین بکنید. پس باید تمرین بکنید. خلاصه دیگه دارید با کاغذ مثلا خودتون رو محدود نکنید به سیستم، کارو در بیارید، اون روش کار رو یاد بگیرید. خب طبیعتا میتونید تهیه کردید که میکنید، چون پایه آموزش های ما اینه که مستقیم بشید و بتونید پروژه بگیرید. خب اینو داشته باشید. لپتاپ بگیرید دیگه این کارا براتون راحته دیگه، فقط اجرا میکنید دیگه. طراحی بکنید. خستم خیلی صحبت کردم. یه دایره میکشید. دایره رو میخوام بکشم، این به هر شکلی در میاد، یعنی بیضی میشه، بزرگ میشه، کوچیک میشه و اون دایره رو به ما نمیده. خیلی هم سخت اگر شما بخواید من این دایره رو اینجوری در بیارید، یعنی زمانتون هم یه طوری میگیره. پس آلتو میگیریم. آلت میگه آقا از این نقطه وسطیه مرکز دایره دیگه بزرگش بکن. ولی باز هم میبینیم الان
بزرگ میشه، از همین طرف داره بزرگ میشه، ولی اون حالت استاندارد دایره رو نداره که انگشتمون روی آلته میایم شیفت هم همزمان باهاش میگیریم. اگر موضوع جابجا بکنیم تکون بدیم میبینیم که از حالت دایره دیگه خارج. حالا به اون سایزی که ایدئالی که رسیدیم دیگه رها میکنیم، اون رو روی موس برمیداریم و از روی کیبورد. خب حالا با این ابزار موو آشنا میشیم برای جابجایی یه سری کار دیگه من جابجا میکنم. ببین الان دیده نمیشه وقتی من اینجا کلیک کنم این دایره. علتش چیه؟ این قسمت دو تا پنجره مربعی هست. خب این پایینم نوشته fill and stroke. فیل یعنی چی؟ اون رنگ پس زمینش. خب نگاه کنید. اوکی حالا من توی این بازطراحی نیاز به فیل ندارم. خب پس اینو میذارم همینطور یه علامت با این استروک کار دارم. روش یه دابل کلیک میکنم، رنگش رو تعیین میکنم مشکی بشه. مشکی شد. مشکی بشه که من این خطا رو ببینم. نگاه کن الان این فیلش پس چی شد؟ این میشه فیل، این میشه استروک. وقتی میارمش اینجا پس پس زمینه نداره. حالا توی سمت راست این گزینه پروپرتیز اینجاست. اگرم نبود میتونی بری توی قسمت ویندو تیکشو بزنید، پیداش میکنی بعد تیکشو بزنید. نکن من تیکشو پرتیس. خب پروپرتیز باز که شد اومد اینجا استوری که من الان چنده؟ یکه. من میخوام یه ذره زوم شد که به چشمم بیاد دیگه. حالا دایره رو که کشیدیم میام یه دابلیکیت یا به اصطلاح توی ایلستریتور برای اینکه کپی بگیریم چندین روش هست. مثلا کنترل سی کنترل وی که اصلا مشترکه توی تمام پی سی و همه جهت گوشی. این کنترل سی کنترل وی مشترکه، یعنی کپی کردن و پیست کردن. اوکی ولی اگه من الان اینو که یعنی کنترل ویو که میذارم میره یه جای دیگه، من میخوام همینجا باشه نره بیرون. توی ایلستریتور کنترل سی و کنترل اف رو میزنم بعدش، یعنی انگشتم میذارم رو کنترل نگه میدارم سی بعد اف. حالا نگاه کن یه کپی برا من گرفته. میام این قسمت این گوشش انگشت روی موسمو نگه میدارم بعد آلتو میگیرم که باز تو قالب همون حالت استانداردش یه دایره دیگه من بده به اون نقطه‌ای که خواستم که رها میکنم. درست شد. الان اون اسکلت اصلی این لوگوی بی ام دبلیو رو من اینجا درست کردم آوردم. خب حالا من باید چیکار کنم؟ این خطوطه رو باید در بیارم، این خطا رو باید در بیارم. چیکار میکنم؟ ریکتانگل ها یا همون شکلک ها انگشتمو نگه میدارم میرم روی گزینه لاین. چند تا روش داره ولی خب این مبتدی ترینشه، راحت. شیفت رو نگه میدارم از بالا به پایین یه خط میکشم. توجه داشته باشید که خط ها توی ایلستریتور باید هم ما جدا ازشون استفاده بکنیم. دوباره از این سمت شیفت رو نگه میدارم و ردش. برای اینکه مطمئن بشم همش وسطه همه رو میگیرم سلکت میکنم. بعد توی همون قسمت پروپرتی توی این گزینه یه دونه میذارم که همشون از بالا فیت بشن و یه دونه میذارم که وسط همه. مطمئن شدم باید اضافات این خط بیرون رو حذف کنم. همه رو سلکت میکنم. بعد که همه سلکت شد با این شیپ بولدر میتونید چیکار بکنید؟ کلید میانبرش هم براتون نوشته شیفت و ام فعالش میکنم. بعد از اینکه همه رو گرفتم و توجه کنید باید همه رو بگیرید. اگر مثبت باشه یعنی اگر منفی باشه که ما الان منفی رو میخوایم کم میکنه. حالا خطوط اضافه رو ما میایم حذف میکنیم. اینطوری میگیرم این خطوط اضافه از بین بره. درست شد. بعد حالا این بره دیگه این خطا رو نداره. همون انگشتمون روی آلت نگه میداریم دونه دونه این خطا رو از بین میبریم. خب الان این خطا از بین رفتن. میایم اینا رو چیکار میکنیم؟ جمع میزنیم شکل بگیرن، یعنی اینا با هم وصل بشن.
اینا رو به هم وصل میکنیم این دوتا. حالا خیلی ساده میایم توی یه رنگ اینو برمی‌داریم. اگر همینطور مستقیم بزنیم با قلبش کنیم همه رو میگیره. خب ما یک توضیح خیلی ساده اینا رو میگیریم این وسطی ها. اولی بکنم قفلش میکنم که اصلا اینو حساب نکنم. اینو میگیرم درست شد. میام بعد دوباره با اینا رو من به همین راحتی، یعنی دوباره رفتم همینجا این دوتا رو من یه دقت بکنید این لوگوی BMW طراحی شد. تکسات چطوری تکسا رو کج بکنید به خاطر اینکه ویدیو در طول این ویدیو گفتم یه ویدیو آزمایشیه و ویدیوی سعی کردیم که بیایم با باز طراحی کردن یه لوگوی معروف ثابت بکنیم که ها از این ستا اصل هستن و با تلفیق یا با کم و زیاد شدن یک سری طرحهای به شدت حرفه‌ای در جهان رو با خودشون آشنا بکنن. امیدوارم این ویدیو حتما نظرتون توی کامنت ها به هم بگید و توی ویدیوهای بعدی خیلی مفصل‌تر با هم دیگه صحبت میکنیم. خدا نگهدار.